دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی تیز و آسان آموزید؟ اگر این طور باشد این اعلان را خیلی خوب گوش کنید. ما اعلام میکنیم که ما درس زبان روسی را با طریق آنلاین به شما می آموزانیم. اگر درباره درس آنلاین معلومات پوره و به درس داخل شدن خواهید، اگر به همین نامری که در اکران من و شما معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو نویسید و ما با شما معلومات پوره را در همونجا میدهیم. دوستان عزیز، فرصت را از دست مدهید، به ما مراجعت کنید و با طریق آنلاین زبان روسی را آموزید. ما انتظار مراجعت های شما هستیم. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید باز یک بار دیگه به کانال ما. خب امروز درس ما لغت فعل های روسی تاجیکی است. این قسم دو. اگر شما قسم اولش رو تماشا نکرده باشید حتما تماشا کنید. سیلکه ویدیوی قسم یک رو شما از اپیسانی همین ویدیو میتوانید پیدا کنید. خب سر میکنیم. начать آغاز کردن начать увидеть دیدن писать نوشتن казаться به نظر نمودن казаться принять قبول کردن принять давать دادن ответить جواب دادن помнить به خاطر آوردن помнить ждать انتظار شدن ждать. خب میبینید. کپات کوفتن، زمین رو کوفتن. کوفتن. صبرت جمع کردن. صبرت. نپیسد نوشته شدن. در اونجا پیسد نوشتن بود، در اینجا نپیسد نوشته شدن است. معنی اون رو دارد که نپیسد این совершенный вид глагол، یعنی چیزی کاری که شما الکی کرده شدید، یعنی نوشته شدید و ماست در همینجا приставка میمونه و نوشته شدن میشود. نپیسد این نوشته شدن. خب در این باره یعنی چه طور فعل ها در زبان روسی تغییر مییابد و آنها رو ما چه خیلی استفاده میبریم درس های دیگر هست. انشاءالله در درس های دیگر دیده میگذاریم و به همون سوال های خود میتوانید در درس های دیگر جواب گیرید. خب دوام میدیم. оставаться ایستادن موندن оставаться. играть بازی کردن. играть футбол, играть баскетбол, короче همه چیز. играть. подумать فکر کردن. подумать. вернуться برگشتن. вернуться. читать خواندن. создать ساختن. называть نامبر کردن.
появиться, появиться, пайдо шудан, пайдо шудан, появиться, показать, 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 нишон додан, показать, нишон додан. خب دوستان عزیز در اینجا درس ما به آخر رسید، یعنی لغت فعل‌های روسی تاجیکی قسم دو. خب در اینجا چی گفتنی هستم در آخر؟ اگر شما زبان روسی را تیز آموختن خواهید حتما با کانال ما آبونه شوید و با درس های آنلاین ما اشتراک کنید. زبان روسی را با طریق آنلاین آموزید. برای با درس آنلاین ما داخل شدن و مراجعه کردن خواهید اگر به همین نمره که در اکران اول ویدیو نشان دادیم +992 92 791 08 98 مراجعه کنید. طریق تلگرام، واتساپ، ایمو ما به سوال های شما جواب میدیم و با درس آنلاین ما اشتراک کرده شما زبان روسی رو در روزهای خیلی کوتاه یاد میگیرید. خب ما به شما یاد میدیم. دوستان عزیز ما علاقه درس آنلاین رو آغاز کردگی هستیم و چند نفر عموما گیریم داخل شده هستند و درس خوانده شده است. شما هم میتوانید به این درس داخل شوید. برای این با ما مراجعه کنید و زبان روسی رو با طریق آنلاین آموزید. خیر دوستان عزیز تا درس های آینده در پناه خدا باشه.